اگر که دوست میخوای خودت دوست باش. تنهایی یه خطر جدی برای سلامتیه. نداشتن یک رابطه اجتماعی سالم میتونه به اندازه سیگار کشیدن تأثیر بذاره روی کوتاه شدن طول عمر. جالبه که بدونید سازمان بهداشت جهانی از سال 2019 یک کارگروه تشکیل داده برای مبارزه با تنهایی و اسم اون رو اپیدمی تنهایی گذاشته. روابط اجتماعی خوب و سالم یعنی آدما هورمون‌هایی مثل دوپامین و اکسیتوسین که هورمون‌های شادی هستن در بدنشون با سطوح بالاتری دارن و این میتونه کمک بکنه جلوی خیلی از بیماری‌های مرتبط با پیری مثل آلزایمر، بیماری‌های قلب و عروقی و حتی چاقی و بیماری‌های متابولیکی گرفته بشه. توی مطالعه‌ام به یه پژوهش دیگه هم برخوردم. اونجا حمایت اجتماعی رو شبیه یک سپر توصیف کرده بود. یه سپری که میتونه جلوی استرس باشه. حمایت اجتماعی همون حس تعلقیه که وقتی با دوستاتون میخندین در شما به وجود میاد. وقتی یکی بهتون میگه هوا تو دارم، قلبتون گرم میشه و اون حس تو وجودتون میاد. ما باید ارتباطات اجتماعی توی جامعه رو برای اینکه طول عمر بیشتر و بهتر داشته باشیم زنده کنیم.